با سلام خدمت دوستان و همکاران محترم که ما رو دنبال میکنن. همونجور که گفتم خدمتون، لایه‌های بام سبز متناسب با شرایط میتونه تعریف بشه و روش‌های ایجاد فلاور باکس برای نگهداری بام سبز هم متفاوت هست. توی این پروژه خاص ما از ورق‌های فلزی کار کردیم که حالا عایق هم میشه و برای نگهداری و کاشت گیاه از ورق‌های 8 میل استفاده کردیم و در واقع به این ترتیب کار نگهداری خاک رو پشت این ورق‌ها انجام میدن و بحث زهکشی و مسائل اینجوریش هم همونجور که ملاحظه میکنید مرتبط هست. بر ترتیب میتونم خدمتتون بگم روش‌های اجرای بام سبز بسیار متفاوت هست و اینجور نیست که یک فرمولو بشه برای همه جا مورد استفاده قرار داد. ممنون از توجهتون.